دوستان عزیز، این موضوع بر هر یک مرد و زنهای مسلمان خیلی مهم است. خواه جوان باشد، خواه پیر. البته در این باره فهمیدن بر فایده ای ما و شما هست. پس این خلقی باشد از شما خواهش همین است که نوار را تا آخر تماشا کنید و چیزی که نمیدانستید خواهید فهمید و برای دیگران هم فهمیدن آگاه شدن. دوستان عزیز، لایک خود را دریغ ندارید تا اینکه دیگران هم با خبر شود. عجبی نیست. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروانی عمر. غسل و طهارت. عیناً برای همین تا آخر تماشا کردن را خواهش میکنم. غسل و طهارت این در روی زمین چیزی است که هر خلق قبول کرده شده است. مثلا ما مسلمان ها پس از حاجتخانه برآمدن البته دستانمان را میشوییم یا اینکه پیش از به سر دسترخوان نشستن. اما آدمان غرب پس از حاجتخانه برآمدن دستانشان را نمیشویند. ما امروز درباره آدمان غرب نه، بلکه درباره خودمان گپ میزنیم. غسل و طهارت چیزی است که در دین ما خیلی مهم است. با این آبازی کردن هم داخل می شود. شخصی که با غسل یا اینکه آبازی کرده می گردد از جهت مادی و معنوی پاک و تازه می گردد. اما این چیز چگونه کرده می شود؟ اکنون در همین باره گپ می زنیم. شخصی که با نیت غسل کردن یعنی که آبازی کردن داخل حمام باید به پای راست درآید و گوید که بر رضایت الله غسل کردن را نیت کردم گفته بعداً دو دستانش را تا اورنج شسته بعد عورتهایش را با دست چپ شستنش لازم است. در هیچ جای بدن باید نجاست نماند. بعد طهارت نماز گرفته می شود. با دست راست به دهان 3 مرتبه آب گرفته غرغره می کند. اگر شخصی که روزدار باشد احتیاط کند تا که روزش نشکند. بعد بینیش را 3 مرتبه با آب شستنش لازم است. البته با دست راست آب گرفته با دست چپ پرتاید. بعداً تمام اعضای بدنش را شستنش لازم است و با طریق پنجه هایش بین موهای سر را باید آب گذراند و همچنین گوشهایش را نیز و در آخر پایهایش را شسته و پای راست باید از حمام برآید. فراموش نکنید که خداوند ذات پاک است و پاکیزگی را پاکان را دوست می‌دارد. شستن لباس و برای تازگی آیات ها هست. مثلا در آیت 222 سوره بقره چنین سخن ها هست. البته خداوند توبه کنندگان را دوست می‌دارد و پاکیزگان را نیز دوست می‌دارد. و باز در آیت 6 سوره مائده چنین گفته است: ای ایمان آوردگان، به نماز خیزید، روی‌هایتان را و دستانتان را تا اورنج بشویید، به سر مس کشید و پایهایتان را تا به زیر شویید. اگر جنوب باشید پاک شوید. شخصی که جنوب باشد غسل نکرده و به طهارت از چند چیز باید دور باشد. اینها چیا هستند؟ یکم نماز خواندن، دوم تلاوت کردن، سوم به مسجد درآمدن، چهارم اعتکاف کردن، پنجم کعبه را طواف کردن، ششم قرآن را داشتن. و شخصی که جنوب باشد روزه گرفته نمیتواند. دوستان عزیز، اگر به شما باز چگونه موضوع ها لازم باشد فکری خود را در کامنتر نویسید و در این باره ما بر شما معلومات میدهیم و خدا خواهد در نوار بعدی غسل کردن زن و مرد یک جا در حمام جایز است یا اینکه نه، در این باره بر شما معلومات میدهیم.